عروسی جالب فرزانه ناز در دبی، افشای حقایق و رازهای ناگفته زندگی جنجالی فرزانه ناز در دبی. فرزانه در دبی با کی ازدواج کرد؟ دلیل دوری فرزانه ناز از هنر موسیقی چی است؟ فرزانه ناز در دبی مصروف چی کارباری است و گریه های وی در صفحات مجازی. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار بدید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. فرزانه ناز یکی از هنرمندان خوب کشور مدت می شود کاملا از راه هنر موسیقی بدور است. هرچند فرزانه ناز از سن نوجوانی شروع به سرودن آهنگ کرد، علاقه‌مندان و طرفداران بیشماری داشت. آهنگ‌های فرزانه ناز در میان مردم افغانستان و پاکستان گل می‌کرد. فرزانه ناز بعد از تحولات در افغانستان و در کشور دبی اقامت گزین شد. فرزانه در دبی کاملا از راه هنر موسیقی بدور شد و مصروف صفحات مجازیش بالخصوص تیک تاک شد. همواره در تیک تاک گیم بازی می کند و با دیگر چهره‌های مشهور و سرشناس افغان لایف می آید. فرزانه ناز این روزها تصاویرش در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی در دبی ازدواج کرد، اما معلوم نیست فرزانه ناز با کی ازدواج کرده است. ولی فرزانه ناز در دبی زندگی خوبی داشته است. جالب اینجاست فرزانه در دبی توسط چه افراد حمایت می شود، ولی همواره از زندگیش راضی بوده است. چند قبل مادر فرزانه ناز وفات کرد و وی نتوانست در مراسم و خاکسپاری مادرش اشتراک کند، ولی همواره سفرهایی به ایران و هندوستان دارد. ولی ما آرزوی خوشبختی و سعادت موفقیت برای این جوان کشور خود از بارگاه عزت الله یزال تمنا داریم و در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری فرزانه ناز خواهیم بود. همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان فرزانه ناز به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار بدید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را بالای من نام سپرده موفق و کامیاب باشید.